سلام به فارسی آموزان و فارسی دوستان. من سیمین هستم. به کانال سیمین پرژن اکادمی خوش اومدین. امروز هم 2 حرف جدید از حروف الفبای زبان فارسی رو با هم یاد میگیریم. لطفاً با من همراه باشید. بزن بریم. امروز هم 2 حرف جدید از حروف الفبای زبان فارسی رو با هم یاد میگیریم. 3مین حرف رو اینطوری مینویسیم. لطفاً بعد از من تکرار کنید. نه، نه. این حرف رو به این شکل هم می نویسیم. لطفاً بعد از من تکرار کنید. نه، نه. حالا حرف 4 رو می نویسیم. اینطوری. لطفاً بعد از من تکرار کنید. م، م. این حرف رو به این شکل هم می نویسیم. لطفاً بعد از من تکرار کنید. م، م. حالا با هم یاد میگیریم. نه، آ، نه. نان. لطفاً بعد از من تکرار کنید. نان، نان. م، آ، م، آ، نه. مامان. لطفاً بعد از من تکرار کنید. مامان، مامان. نه، آ، م، نام. لطفاً بعد از من تکرار کنید. نام، نام. خب حالا یه نکته. همیشه این نه و این م اول یا وسط واژه قرار می گیرند. مثل نان، نام، مامان. و همیشه این نه و این م در آخر واژه قرار می گیرند. مثل نان، مثل نام، مامان. آسون بود نه؟